آقای فرجی خسته نباشی، وقت شما بخیر. بزرگترین رویداد شاید بگم ورزش کشور قرار در بوستان ولایت اتفاق بیفته. میخوام از این رویداد و از این حرکت جمعی ورزشی برام بگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و دوستان عزیز. بوستان ولایت هستیم. امروز اومدیم با تیم هسته اصلیمون داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم. ان شاءالله مسابقات 26 اردیبهشت ماه برگزار میشه. بزرگترین رویداد جهان با حضور 3200 تا تیم، بزرگترین مسابقات گلکوچیک جهان و یه استقبال خوبی هم ان شاءالله میشه و جوایز نفیس خیلی خوبی هم برای مسابقات گذاشتیم و شرکت برای عموم مردم ورزشکار تهران آزاده، یعنی از همه قشرها میتونن توی این مسابقات شرکت کنن. ما یه سامانه طراحی کردیم که وارد اون سامانه میشن، کلیاتش اونجا ثبت نام میکنن و تمام کارهای ما از صفر تا صد تو اون سامانه برنامه‌ریزی شده و به صورت اتومات این مسابقات برگزار میشه. تو مرحله اول ما 200 تا زمین همزمان بازی داریم، هر زمین 16 تا بازی که تو مرحله اول 200 تا قهرمان معلوم میشه. ما 200 تا قهرمان رو تقدیر میکنیم و جوایز، و مرحله دوم با 200 تا قهرمان برگزار میشه که ان هر تیمی که میخواد قهرمان بشه باید 12 تا بازی رو تو یه روز ببره تا قهرمان بشه. و شنیدم قرار ثبت گینس هم بشه آیه. بله، این مسابقات چون بزرگترین رویداد ورزشی جهان و تا حالا هیچ کشوری این کار انجام نداده، ما افتخار اینو داریم که می‌خوایم ثبت گینس بکنیم و بزرگترین رویداد ورزشی نه کشور، رویداد دنیاست. خیلی متشکرم. براتون بهترین ها آرزو می‌کنم. ان شاءالله در ادامه مسابقات و در واقع روز مسابقه هم سعی می‌کنم باهاتون صحبت کنم. من از شما ممنونم. ارادت و خوش. بوستان